مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 14 نوامبر سال 2023 بر اثر در نویه رودکی به مانع کنار راه برخوردن یک ماشین مرسدس، راننده و 4 مسافر این ماشین در جای حادثه جان دادند. 2 مسافر دیگر مجروح شدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شام 14 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 17:30 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نعیمزاده شعباز سال تولدش 1998 ساکن نویه یووان هنگام حرکت از یووان به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات سلطان آباد نویه رودکی به سمت مقابل راه برآمده به مانع بتونی کنار راه برخورده است. در نتیجه راننده نعیمزاده و مسافران ماشین مذکور بوریف صفی الله سال تولدش 1994، نورخلو و خالده سال تولدش 1986 ساکن نویه یووان، خورسال بختیارزاده امران سال تولدش 2019 ساکن نویه جامعه، خورسال قرای و لطفیه سال تولدش 2020 ساکن نویه یووان به سلامتی جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 2 مسافر دیگر این ماشین با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند. وزارت کارهای داخلی همزمان خبر در پایتخت بر اثر به بالای سرش چپه شدن چراغک راهنما جان باختن یک کودک 7 ساله را نیز شرح داد. گفته می شود صبح 15 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 راننده ماشین مسافرکش تمغه مرسدس جبار فسدالله سال تولدش 1967 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت با راه کوچه نظرشایف از طرف کوچه ولامزاده به سمت کوچه احمد دانش پایتخت در نزد مرکز سودای صدبرگ فاصله ضروری طرف راست را رعایت نکرده با طرف راستش به طرف چپ ماشین دیگر مسافرکش تمغه مرسدس پرینتر تحت اداره راننده جمالوف یعقوب سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه که در یک سمت حرکت میکرد برخورده است. در پی این راننده اسپرینتر دوم جمالوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده برای ماشینگر برآمد. با قسمت پیش طرف راستش به ستون چراغک راهنما و علامت راه برخورده است. در نتیجه ستون چراغک راه شکسته به بالای سر پیاده‌گرد نابالغ عظیموف ابراهیم سال تولدش 2016 ساکن شهر دوشنبه که در پیراه پیاده‌گردان می ایستاد افتاده است. متاسفانه نابالغ عظیموف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.